با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز همراهان پیج ما و بیننده. چجوری این کوپه ها رو بخوابونیم که خیلی راحت بدون اینکه دستگاه یک ذره‌ای فشار بیاد بالاش و هیچ کوپه ها رو بخوابونیم. بذاریم بالا دستگاه. همونطور که می‌بینید توی دستگاه بالا و ما نمی‌خوایم کوپه ها رو به سمت این ور بخوابونیم. ما کوپه ها رو همون سر جاش که هست بخوابونیم فقط. این ذره‌ای نمی‌خوام با بیاد این ور. پس رو کشون کنیم قشنگ می‌ریم بالا. این ور بالا، این ورم راحت حساب می‌ریم بالا. به دست فشار نیاد. میرنده کنیم. این دوستان خیلی آروم اصلا نمی‌خواد عجله کنیم. آروم آروم کار کنیم. من دارم دستام با سرگاز می‌کنم. مثلا گاز نمی‌دم. هیچ خودت آروم آروم کار کن. سیخت هم نباید زیاد کج کنیم که کار رو بده اونور. وقتی یک کم صاف باشه راحت همونجایی